قومیت‌های مختلف ایران در روز غذا. اصفهانی ها شما بندا شده یه بار بگوی یا ایها الذین آمنو پولی چیزی میخین نمیخین، همش تهدید، همش خیری داغ، همش آتیش جهنم. بگو ببینم تو چرا خونت آتیش گرفت زنگ نزدی به آتش نشانی؟ تکس زدم ولی اونا به من زنگی نزدن بعدش. چی؟ تو روح جهنم. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاد شیرازیا، پس شیرازی بودی؟ بگو ببینم. وی آمو بذار برسیم، مثل اینکه تازه مردیم و خسته کوفته. بگو ببینم شما با شیطان چیکار کردین؟ اون تمام مردم کل سیاره رو به نابودی در آورد، همشونو گول زد، ولی به شما رسید چرا اینجوری شد؟ شیطان بگو ببینم تونستی مردم شیراز گول بزنی یا نه؟ آمو ولم کن خستم. بگیم ببینم شما چرا اینقدر تنبلی؟ اصلا کسی با تنبلی به جایی نمیرسه. آمو اصلش هم همینه که با تنبلی به جایی برسی، وگرنه با موفقیت به جای رسیدن که همه بلدن. شما بنده این حق ترین جمله بود که تو کل زندگیم شنیدم. باشه اصلا موفقیت به کنار، چرا کنترل زندگی تو حداقل دستت نگرفتی که موفق بشی؟ اما منتظری بودیم که این میکروچیپایی که توی واکسن‌های کرونا بودن فعال شن که کنترل زندگیمون رو دستش بگیرن. شیما جان جانم ازی. شیما جان دیگه شیرازی نفرستی بهشتا، یه سبد انگور زورش میاد جابجا کنه. یعنی تو بهشتم باید کار کنیم؟ پس تو هم به جهنم میری. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. خب پس یه جهنمی دیگه داریم. فدای سرت آمو، حالا من چیطور شده؟ سیستانیا و بلوچستانیا. شما بندا قربون بی تفاوتید برم که اصلا برات مهم نیستیم. ادیتور این قسمت رو قیچی کنه. بعدی قومی ها. ایتالیا به رومش مینازه، ایران به قومش، و همانا گرما را بر شما فرستادیم. شما بنده اینجا نبود که اون جنوب بود که خیلی گرم بود. خب بگو اونا بیان. جنوبی ها. و همانا گرما را به سوی شما جنوبی ها فرستادیم تا بفهمین که شما واسه جهنم ساخته نشدین و ایمان بیارین و بکوشین که رضایت منو. این حقیقت داره؟ بله. بگو ببینم چطوری؟ ما یاد گرفتیم که خاکی باشیم قبل اینکه خاک بشیم. نه اونو نمیگم.